سلام. امروز میخوایم مشکل وصل شدن ایرپاد به دیوایس های مختلف رو بررسی کنیم. با آیفون و آیپد توی iOS، به مکبوک ها و آیمک ها توی مک او اس و همچنین اپل واچ ها توی واچ او اس. بهتون همچنین میگم که چجوری ایرپاد رو ریست بکنین و اگر تا آخر ویدیو با من همراه باشین یه سری مراحل کلی میگم برای تایمایی که ایرپاد به مشکل خورده و میخواید سریعتر مشکلش رو حل بکنید. با من همراه باشید. خب ما چند تا کار میتونیم انجام بدیم برای اینکه ایرپاد رو دوباره وصل کنیم به گوشی. اولین کاری که میکنیم که خیلی کار ساده ای، ایرپاد رو جفتش رو توی جاش قرار میدیم و میذاریم 15 تا 30 ثانیه توی کیس باشه و دوباره امتحان میکنیم. و کاری که میتونیم بکنیم به صورت منوالی، شما از طریق کنترل سنتر اینجا یه آیکون ایرپلیه، اینو اگر بزنید احتمالاً ایرپادتون اینجا بیاد. اگر که نیومد از توی ستینگ، منوی بلوتوث، اینجا میتونید ایرپادتون رو انتخاب بکنید و ببینید که کار میکنه یا نه. اگر کار نکرد باید بریم یه سری تنظیمات رو روی گوشی انجام بدیم. تنظیماتی که رو گوشی باید چک بکنیم، اولین جایی که میریم توی ستینگ، بلوتوث، یه بار بلوتوث رو خاموش روشن میکنیم و بعد یه دور ایرپلین مود رو خاموش روشن میکنیم. از توی کنترل سنتر هم ایرپلین دسترسی دارید و اگر همه اینا نشد یه بار گوشی رو باید یه دور خاموش روشن کنیم. دکمه لاک و والیوم بالا رو میگیریم و میتونید گوشی رو دور خاموش بکنید. اگر تمام این کارا رو انجام بدیم و ایرپاد کار نکرد، تنها کاری که باید انجام بدیم دیگه بعد ایرپاد رو ریست بکنیم. برای ریست کردن ایرپاد جفت ایرپاد رو میذاریم تو کیسش، در کیس رو میبندیم، 30 ثانیه صبر میکنیم و بعد 30 ثانیه ایرپاد رو در میاریم، جفتش رو میذاریم تو گوشمون. حالا وقتی که توی گوشمون قرار میدیم ایرپاد رو، توی ستینگ میریم، توی بلوتوث و ایرپاد رو پیدا میکنیم. اگر که اینجا بود ایرپاد رو فورگت دیوایس میکنیم، اگر هم که نبود باز ادامه میدیم به انجام دادن کارمون و ایرپاد رو میذاریم سر جاش از تو گوشمون که توی گوشمون بود. دوباره برمیگردیم ایرپاد توی کیس، در کیس رو باز نگه میداریم، پشت کیس یه دکمه است، این دکمه رو باید برای 15 ثانیه نگه دارید. توی ایرپادهای جنریشن ایرپاد پرو جنریشن 2 اسپیکر داره، خب صدا میده و اگر صدا نداد منتظر میمونیم که این نور از سفید حالا یا سبز به نارنجی برسه، 2 تا بوق میزنه و بعدش دوباره برمیگرده به سفید چشمک زن. این اتفاق که میفته میبینیم که ایرپاد پرو ریست میشه، کانکت رو میزنیم و ایرپاد وصل میشه با آیفونمون. فقط دقت کنید که بعضی موقع ها این ریست و این دکمه پشت رو باید حتما 15 ثانیه بگیریم و ما چراغ نارنجی رو ببینیم که به چراغ سبز چشمک زن میرسه. اگر فقط بگیریم و نور همینطوری به سفید چشمک زن بزنه این ریست نشده ولی آماده ریکانکتینگه. یعنی اگر فقط مشکل ریکانکتینگ بود، با چند ثانیه نگه داشتن این دکمه ایرپاد آماده میشه که دوباره خودش رو ریکانکت کنه. برای ریست کردن حتما باید از نارنجی به سفید چشمک زن برسیم. در مورد نور ایرپاد، اگر که این نور روشن نبود مطمئن باشید که ایرپادتون شارژ نداره و حتما بذارید توی شارژ برای چند دقیقه تو شارژ بمونه و دوباره ایرپاد رو ریست بکنید. اگر بعد ریست کردن بازم ایرپاد وصل نشد، کاری که میتونید انجام بدید اینه که شما بیاد ایرپادتون رو یه دور آپدیت بکنید. برای آپدیت کردن ایرپاد هیچ دکمه‌ای وجود نداره ولی تنها کاری که میتونید بکنید این که برید توی ستینگ، برید تو بلوتوث و ایرپادتون این آیو بزنید، یا اینکه تو ورژن‌های جدید ایرپاد همین بالا میاد. اگر بیاید پایین ورژن ایرپاد رو میتونید OSش رو پیدا بکنید، توی اینترنت سرچ بکنید ببینید که آخرین ورژن هست یا نه. اگر نبود ایرپاد رو میزنید توی شارژ، میذارید بغل گوشیتون و جفتشون و آیفون باید حتما وای فای وصل باشه. بعد 1 ساعت 2 ساعت معمولا 45 دقیقه خودش به صورت اتوماتیک آپدیت میشه. اگر با انجام دادن همه این کارا باز ایرپاد وصل نشد، کاری که میتونید انجام بدید این که یه دور نتورک ستینگ گوشیتون رو ریست کنید. توی بخش ستینگ جنرال اگر تا ته بیاید میبینید که ترانسفر اند ریست اینجا هست، بزنید روش، یه دور ریست رو بزنید، اینجا میتونید ریست نتورک ستینگ رو انتخاب بکنید.
فقط اینو در نظر داشته باشید که موقع ریست نتورک میکنید تمام دیوایس های بلوتوثتون، وای فایتون، وی پی انتون همه اینا پاک میشه و دوباره باید از اول ست بشه. اگر اپل واچ به ایرپاد وصل نشد، کانکشن فیل داد، چی کار کنیم؟ یه سری تنظیمات هست که هم رو اپل واچ میشه تغییر داد، هم از رو اپ اپل واچ روی آیفون. اول رو اپل واچ رو چک میکنیم، میریم روی آیفون. اولین کاری که میکنیم دکمه پایین رو نگه میداریم و دکمه پاور رو از اینجا میزنیم روی اپل واچ اولترا. حالا روی اپل واچ های قبلی فقط دکمه پایین رو اگر بگیریم اسلاید بکنیم این خاموش میشه و حالا کاری هم که میتونیم بکنیم از طریق منو هم این کار رو میتونیم انجام بدیم. توی منو اگر بریم و توی ستینگ اگر بریم اینجا شات داون داره، شات داون رو که بزنیم اپل واچ خاموش میشه. کار بعدی که میکنیم یه دور اپل واچ رو راحت ایرپلین میذاریم و از ایرپلین خارج میکنیم. کار بعدی اینه که توی ستینگ میریم و توی قسمت بلوتوث اینجا ایرپادمون رو پیدا میکنیم و فورگت میکنیم و موقعی که وصل بخوایم بکنیم از همینجا میتونیم دوباره کانکتش کنیم. البته به گوشی که وصل بشه خودش اتوماتیک به اپل واچ هم وصل میشه. و همچنین ما باید چک کنیم که ببینیم آیا اپل واچ آپدیت هست یا نه. توی سافر آپدیت میایم و از اینجا میتونید آپدیت رو انجام بدید و دیگه مرحله آخر اینه که بعد از اینکه ایرپادتون هم ریست کردیم و وصل نشد خود اپل واچ هم یه دور ریست بکنیم و همه چی رو دوباره پاک بکنیم و دوباره برگرده. اینو دقت داشته باشید که اپل واچ تمام اطلاعاتتون توی آیفون بکاپ میشه که حالا موقعی که میخواید ستاپ کنید ازتون میخواد که کدوم بکاپ رو میخواید روی اپل واچ بریزه. تمام ستینگ هایی که روی اپل واچ تغییر دادیم روی آیفون هم میتونیم تغییر بدیم از طریق اپ واچ. موقعی که اپ رو باز میکنیم قاعدتا اپل واچتون اینجا هستش، این بالا نوشته شده. توی بخش جنرال که برید از اینجا میتونید سافر آپدیت رو حتما چک کنید که آخرین آپدیت باشه. توی ایرپلین مود بزنید، میتونید بلوتوث و وای فای رو خاموش کنید که فقط بلوتوث برای ما مهمه. و اگر تا آخر بیاید برای آخرین مرحله شما میتونید ریست هم انجام بدید. ولی قبل ریست کردن حتما یه دور آمپر کنید اپل واچتون رو و دوباره پر کنید. البته این بعد اینه که ایرپادتون رو ریست کردین. توی همین اپ اون بالا آل واچ رو که بزنید اپل واچتون رو میاره. این دکمه آیا اگر بزنید این پایین آمپر اپل واچ هست، آمپر میکنید و دوباره موقعی که اپل واچ رو نزدیک گوشی بیارید خودش دوباره پر میکنه و میتونید ازش استفاده بکنید. مشکلات ایرپاد توی iOS و واچ OS بررسی کردیم. حالا نوبت مک OS. مثل همیشه از توی کنترل سنتر بلوتوث رو چک میکنیم، حتما باید خاموش روشن بکنیم یه دور. از تو منوی اپل روی استارت شات داون حتما باید انجام بشه و خودش خیلی کمک میکنه. گزینه بعدی تو منوی اپل سیستم ستینگز توی بخش جنرال سافر آپدیت رو حتما چک بکنیم که آپدیت باشه دیوایستون. مورد بعدی توی بلوتوث حتما ایرپادتون رو انتخاب کنید و فورگت دیوایس رو بزنید و دوباره ریکانکت بکنید. احتمال زیاد مشکلتون حل میشه. یکی از مشکلات بسیار رایج اینه که ایرپاد وصله ولی توی بخش ساوند که میرید آوتپوتتون روی ایرپاد نیست. اینجا ایرپادتون رو پیدا کنید، انتخاب کنید. اینپوت هم برای میکروفونه و خودش خیلی تأثیر داره. و آخرین مطلبی که میخوام بگم بلوتوث دیمن. بلوتوث دیمن چیه؟ تمام کانکشن های بلوتوث زیر مجموعه بلوتوث دیمنن و ما میتونیم اینا رو ترمینیت بکنیم و از بین ببریم و تمام کانکشن ها از بین میره. فقط مراقب باشید که تمام کانکشن های بلوتوثتون، کیبورد، موس، ترک پد، هر چیزی از بین میره. دوباره باید همه رو اتصال بکنیم. خب کامندش چی هست؟ کامندش سودو پیکیل بلو دی. اینتر رو میزنید، پسوردتون رو وارد میکنید، تایپ نمیکنه، اینتر میزنید و انجام میشه. یه دونه دیگه هم داره سودو پیکیل بلو توث دی. اینو که بزنید میبینید که همه کانکشن های من قطع شد، کیبورد من قطع شد و بقیه چیزا هم
قطع شد. و کاری که باید بکنید الان دوباره ایرپادتون رو اگر که وصل نشد ایرپادتون رو دوباره میتونید ریست بکنید و بعد دوباره کانکشنش رو انجام بدید. این هم از این بخش. مرسی از همتون. ممنون از همتون که تا آخر ویدیو رو نگاه کردید. فقط برای جمع‌بندی من این چند تا نکته بگم. اگر هر مشکلی برای ایرپادتون پیش اومد این چند تا استپ رو حتما انجام بدید. خاموش روشن کردن بلوتوثتون و همچنین گذاشتن دیوایستون روی حالت ایرپلین مود، خاموش کردن دستگاهتون و دیوایستون، گذاشتن ایرپادا توی کیسشون و 20 دقیقه توی شارژ بودن، آپدیت کردن دستگاهتون و یا حتی ایرپادتون، آمپر کردن ایرپادتون با دیوایستون و دوباره پر کردن، ریست کردن ایرپادتون و اگر مشکلتون حل نشد توی آیفون ریست نتورک کردن و توی مکبوک ترمینیت کردن تمام کانکشن های بلوتوث. اگر فکر می‌کنید که مشکلتون توی این ویدیو حل نشده، من یه ویدیوی دیگه دارم که راجع به مشکلات رایج ایرپاده، اونم حتما نگاه کنید. اگر که سوالی داشتید برای من حتما کامنت بذارید و لایک کنید، شیر کنید و سابسکرایب کنید. مرسی از همتون.